سلام و درود. من حمیدرضا بوالحسنی هستم و به این قسمت از 60 ثانیه با هوش مصنوعی خوش اومدید. در این قسمت قصد دارم در مورد یادگیری تقویتی یا reinforcement learning با شما صحبت کنم. یادگیری تقویتی یکی از شاخه‌های یادگیری ماشین که همونطور که میدونید یادگیری ماشین هم یکی از شاخه‌های اصلی و بنیادی هوش مصنوعی هستش. در این نوع یادگیری تصمیم گیری بر اساس تعامل با محیط هستش، یعنی اینکه اون تصمیم گیرنده که ما به عنوان ایجنت ازش یاد میکنیم که در تصویر سمت راست بالا مثلا مثل اینجا یک سگ رو شما مشاهده میکنید، در واقع یک عملی رو انجام میده و بر اساس اون یک ریواردی رو دریافت میکنه. حالا این ریوارد میتونه مثبت یا منفی باشه. فرض کنید رباتی یا ماشین خودرانی که به یک مانع حرکت میکنه، به یک مانع برخورد میکنه، خب اینجا باید یک در واقع بازخورد منفی بگیره. مثل تصویر سمت پایین که میبینید یک کودک در ازای رفتار نامناسب یک ادوایز دریافت میکنه، یعنی یک نصیحت، ولی در ازای رفتار خوب یک نوع پاداش دریافت میکنه. و دقیقاً سیستم یادگیری این در واقع هوش مصنوعی هم به همین شکل هستش. پس بر مبنای سیستم امتیازدهی و پاداش هستش. حالا بعضی وقتا امتیاز میتونه مثبت و بعضی وقتا در واقع منفی باشه. کاربردهای بسیار زیاد و جذابی داره. در همین چت جی پی تی که ما داریم استفاده میکنیم البته از متدهای مختلف ماشین لرنینگ استفاده شده. یکیش همین در واقع reinforcement learning هست که اتفاقا از خود چت جی پی تی سوال کردم و با جواب خوبی روبرو شدم که گفت درست حدس میزنیم. کاربرد در بازی ها، در گیم بسیار کاربردهای زیادی داره و اون المان های گیم میتونن به عنوان ایجنت ها و اون environment یعنی محیط میتونه هر چیزی باشه. ممکنه شما بپرسید که من اتفاقا این سوال رو از چت جی پی تی پرسیدم، چطور environment یعنی محیط امتیاز میده؟ خب این در واقع یک محیط شبیه سازی شده اول هست که انسان ها میان از طریق اون محیط امتیاز میدن به کارهای خوب یا بد، یا مثلا امتیازهای مثبت یا منفی که اون موجود تصمیم گیرنده داره میگیره. و در ماشین های خودران، سلف درایوینگ کارز و سیستم های خدمات سلامتی و پزشکی کاربرد بسیار زیادی داره. خب الان در سمت راست بالا مشاهده میکنید که یک در واقع اینجا پرنده‌ای که وجود داره بر اساس این رنگ صورتی که نوک میزنه به اصطلاح پاداش دریافت میکنه. برای من میبینید هر چقدر که این در واقع تغییر میکنه باز به رنگ صورتی نوک میزنه و این خیلی جالب هستش. و در سمت راست پایین مشاهده میکنید که اون رباتی که حرکت میکرد و امتیازهای خاص خودش رو میگرفت. در سمت چپ یک نکته بسیار جالب رو داره میبینیم از نوشته های تامیه که در واقع سمت چپ داره RLHF رو نشون میده، یعنی Reinforcement Learning with Human Feedback، یعنی یادگیری تقویتی با بازخورد انسان. که جالب هست، میبینید در واقع یک پرامپتی میاد به لارج لنگویج مدل و پاسخی دریافت میشه و آیا مثلا پاداش میگیره بر اساس بازخورد شما یا نه. ولی در قسمت سمت راست خیلی جالب هستش که ما میبینیم این در جدیدترین ورژن هوش مصنوعی چت جی پی تی یعنی O1 هم در راست ترین قسمت مشاهده میکنیم که داره استفاده میشه. ببینید در قسمت وسط نوشته RLHF به اضافه COT یعنی Reinforcement Learning with Human Feedback plus Chain of Thoughts، یعنی یادگیری تقویتی با بازخورد انسان به اضافه یک رشته از افکار. این خیلی جالب هست، یعنی یک توکن یا یک زنجیره از افکار هم در این تزریق میشه و به اصطلاح این فکر میکنه و نهایتاً پاسخ میده. خب ولی در قسمت آخر که O1 رو نشون میده یک پرامپتی میبینیم به یک لارج لنگویج مدل میاد و در واقع به اصطلاح یک اینفرنس یعنی تداخل هم اتفاق میفته و به اصطلاح اینجا پاسخ رو خواهد داد که این در واقع آخرین مدلی هستش که ما در چت جی پی تی O1 داریم و مثلا میبینید که نزدیک 30 ثانیه این ممکنه فکر کردن طول بکشه و این بسیار جالب هست. حالا بعداً در مورد اینها بیشتر و مفصل‌تر صحبت میکنیم. فعلا میخواستم با یادگیری تقویتی آشنا بشید. فکر کنم این قسمت خیلی بیشتر از 1 دقیقه شد ولی به نظرم نمیشد خیلی خلاصه گفت و فعلا فقط هدف از اینکه میگیم 60 ثانیه اینکه کوتاه و مختصر، مفید، ساده و کاربردی باشه. شما چه کاربردهایی برای reinforcement learning
تو ذهنتون هست؟ فکر میکنین کجا بتونه کاربرد داشته باشه؟ به امید دیدارتون در قسمت‌های بعدی.